نشریه اویلا با نشر یک ویدیو خبر داد که حاجی محمود جان مرادوف وکیل مجلس وکیلان شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل باز به یک زن معیوب خانه توفه کرده است. بنا به گزارش اویلا، فاطمه مردانووا معیوب گروه یکم بوده، سالیان زیاد در زندگی رنج و عذاب کشیده است. او از مادر سالم به دنیا آمده بود، ولی در نتیجه یک عملیات جراحی از پای روان مانده معیوب گشت. از یک طرف رنج بیماری و از جانب دیگر غم بیخونگی فاطمه را همیشه اذیت میداد، ولی بالاخره دعایش مستجاب گشت و در ماه شریف رمضان حاجی محمود جان مرادوف به این زن معیوب خانه نوی زمانوی توفه کرد. فاطمه مردانووا در اسار به دنیا آمده است و با سبب معیوبی در شرایط دیه زندگی کردن برایش به نهایت دشوار بود. مادرش از عهده پرستاری فاطمه برآمدن نمیتوانست. یگانه متکای فاطمه دختر خالش بود که او را در قطار فرزندان خودش نگاهبین مینمود، اما در خانه اجاره و موقتی. اینک بعد سالهای زیاد عذاب و بیخانگی با شرافت محمود جان مرادوف این زن معیوب صاحب منزل شخصی خود گشت و میتواند من بعد در خانه خودش به ملال عمر بسر برد. منزلی که محمود جان مرادوف به فاطمه مردانووا تقدیم نموده است به پورگی تامین شده، با قالین و پلاس، مبل و دیگر تکنیک و تجهیزات روزگار تامین کرده شده است. بنا به گزارش اویلا، در منزل نو فاطمه تمام شرایط زندگی فراهم آورده شده و با دیدن این خانه قشنگ و زیبا در چشمان این زن قطره‌های اشک پیدا شدند، ولی این اشک‌ها اشک‌های شادی بودند. محمود جان مرادوف هنگام سپردن کلید خانه به فاطمه مردانووا دعا کرد که از این خانه فقط صدای خنده و شادی و صدای قرائت قرآن بلند شود. حاج محمد جان گفت غمخواری در حق معیوبان قرض انسانی هر یک وطن دار است. این صاحبکار بننگ و اور در گذشته نیز به چندین عائله محتاج خانه توفه کرده بود. عائله اظهار امید کرده است که دیگر صاحبکاران وطنی از حاج محمود جان مرادوف عبرت گرفته در ماه مبارک رمضان که ماه خیر و احسان می باشد، با چنین آدمان محتاج و نیازمند دست مدد دراز می نمایند. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.